زیتون یکی از محصولات مهم در صنایع کشاورزی و غذاییه و در نقاط مختلف جهان کشت میشه که یکی از بهترین و مرغوب ترین زیتون‌های جهان متعلق به باغات حاصلخیز شهر آببر در شهرستان تارم استان زنجان. زیتون به خاطر خواص بسیار زیادی که در حوزه سلامت داره در بخش آشپزی بسیار پرکاربرده و به عنوان ماده اصلی بسیاری از غذاها و یا به عنوان چاشنی مثل زیتون پرورده در کنار غذاهای دیگه استفاده میشه. مهراد چاشنی اولین شرکتیه که زیتون پرورده رو به صورت صنعتی بسته‌بندی و به بازار عرضه کرد و از شروع فعالیتش تا کنون در تمامی محصولاتش از بهترین و مرغوب ترین مواد اولیه استفاده میکنه. با هم مهربان باشیم.